یگان کپروک میسازه یا که یگان کوری رحسان میکنه حج چی دلیل دارن چیه باید؟ یعنی که اگر یک انسان یک مرتبه حج یک مرتبه عمره کرده باشد، دویم مرتبه اگر برای نافله می رفته باشد، انا همین مسئله اگر گویند که ثواب مسجد ساختن بزرگ است یا ثواب دوباره حج رفتن، در این صورت یعنی می شود گفت که بینم به وضعیت همون شخصیت ها نگاه کرده می شود و به وضعیت همون جایی که همون عمل را کردنی است نگاه کرده فتوا داده می شود که این همه وقت عام جواب داده نمی شود. بله، عمل هایی که فایدهش به مردم می رسد، فایدهش متعدی هست، بهتر است از آن عمل هایی که فایدهش قاصر است. چی معنا دارد؟ متعدی این است که وقتی که شما یا مدرسه می سازید فایدهش به دیگرها می گذرد. مثلا به یک حج زن و شوهر اطراف $10,000 از خود میشد. مثلا عموم اگر گیریم به جای می $10,000 یک مدرسه ساختند که به 10 نفر مثلا خدمت میکنند تا قیامت. ثوابی کدامش بهتر است؟ مادامی که حج کردن اینا یا مراتبه فرضی را از ذمه ساقط کردن، میخواهند همچون نافله حج و عمره روند. یعنی گفته میشد که بله، در این حالت ثوابی از ثواب حج و عمره که فایدهش فقط برای خود شما هست، این ساختن مدرسه یا یک برآوردن چاه که برای مردم عموم فایدهش میرسد، این ثوابش بزرگتر است گفته میشد. لیکن اینم از این کشور به آن کشور، از این زمان به آن زمان فرق میکند. بنابراین وضعیتی همون آدم را دیده، وضعیتی محله آن را دیده ایستاده فتوا داده میشد. لیکن از حساب حج فرضی و عمره فرضی نه. و هیچ جا نگفته است که اگر همین عمل کنی حجت قبول میشد. نه، ثوابی شاید از حج بزرگتر را گیری، لیکن حج برای خود فایده های عظیم را دارد. این عمل ها شریعت برای آنها مکافات الهیده اعلان کرده است. اینها وقف است، یعنی ساختن پل که گذرگاهی مردم است از بالای دریا یا از بالای یک مثلا دریاچه یا از بالای کل، حاجت مردم است، خدمت به مردم است. اینا صدقه هایی هست که جاریه هست، برای اینها شریعت وقف را مشروع کرده است. یعنی ثواب این الهیده است، نه از حساب حج و عمره. حج و عمره با مقصدهای بی‌نهایت عظیم مشروع شده است. هر یک انسان باید حج و عمره کند، هر یک مسلمانی که بر ذمه‌اش فرض است. او حج فایده های معنوی، روحی، مادی، جسمی دارد که به ساختن کپروک و مسجد اونا به جا آورده نمیشد. و باید یک مراتبه هر یک انسان لااقل بعد قدرت پیدا کردن یعنی که زیارت خانه رود. اما این یعنی نافلتاً کسی اگر این عملها را اجرا کند اجر و ثواب میگیرد. اینم گفته نمیشد که اجر ثواب حج و عمره رو میگیری، گفته نمیشد، اجر و ثواب میگیرد. بله.